اینجا ببین. پلیسا چی شد؟ چرا قطع شد؟ پلیسه سوشی من ندیدی؟ باز کن. نه سب زنگ میزنن بخاطر بگی چی میکنن اونا رو ریختی دستی؟ جوابشونو ندیم اونا میدونن ما اینجاییم باشو پلیس اومده نمیخواد برو بچه ها رو ساکت کن من خودم جواب میدم راستش تولد ساده است الان نمیدونم آره باز کنید باز کنید یه تلفن به من بدید همه رو گرفتن تو رو خدا یه تلفن به من تلفن شما کجاست؟ اونجا بردار دیگه ببخشید تو رو خدا مهشید الو مهشید سلام خانم من میتونم با مهشید صحبت کنم؟ الو مهشید منم ببین همه رو گرفتن خونه نوشین بودیم خواهرتم بود نگاه رو گرفتن؟ همین الان چند دقیقه میشه نمیدونم الو یکی زنگ میزنه الو اسنا بله تویی؟ شما کجایی؟ ما فرار کردیم تو کجایی؟ فرار کردی؟ آره بابا من تو نیومدی؟ ببین پسر امیر رو ندیدی؟ الو اوکی بالا مونده
ببخشید تو رو خدا. ببخشید تو رو خدا. الو. الو سلام. گوش کن. مهمونی رو گرفتم. خونه نوشینم، میتونی بیای دنبالم؟ گفتم به اون مهمونی کثافت نرو. الو. همون آشغاله که رفتی مهمونی حال کن. الو. کثافت. وقتی بهش میخندی میگه عاشقتم. همین که اسکر. اینجا نمیتونی بخوابی. جاش فرق نمیکنه. بالاخره یه جایی هست بشه خوابید دیگه. به هر حال اینجا نمیتونی بخوابی. چی خوردی؟ نپرس. خوردیم. اگه لامون نمیدی. داشتین چی کار میکردین؟ مهمونی بود دیگه، خلوت 20 نفره مثل بقیه. تو مهمونی چی کار میکنی؟ پس چرا فرار کردین؟ بلم کن با اصول دی میپرسی؟ پلیس اومد. شماره خونتون رو بگو. 2 2 4 6. من چه میدونم، همیشه اونا زنگ میزنن. شماره نمیدونم، هر وقت کار دارم یه دکمه رو میزنم و تلفنم میگه دی و مامانم میگه دخترم کجایی؟ منم میگم شما کجایی؟ اونا میگه خونه. گفتم شماره. بذار خودم بگیرم. کلم کار نمیکنه. میگن کسایی که شماره رو تک تک حفظن خیلی باهوشن. من فکرم استثنا. الو ماما، من بیرون بودم بعد بارون اومد خیس شدم. اون وقتی خانم خیلی الو. هیچ که توش نیست. گفتم که نیستم. حالا چه اصراری داری من برم؟ بذار این یارو بره، خودم میرم. زنگ بزن پدر مادرت بیان دنبالت. 5 ساعت طول میکشه تا برسن. شما الان زنگ بزن اونجا. همیشه تو موبایل کوفتیه. چی میخوای که حالتو بهتر کنه؟ یکم خواب. مسکن داری؟ تو نمیتونی اینجا بمونی. انقدر حواست هست که آدرس خونتو به راننده آژانس بگی؟ کلید ندارم. مانتون بالاست. صدای کی بود؟ من کجا؟ پارچه. تو صدای نشنیدی؟ نمیدونم، یه تصویریه. من نمیدونم چرا یادم نمیاد. کسی دیگه هم باهات بوده؟ خیلی آوام بودم ولی دیگه کسی نیست. منظورم کسی که باهات پریده باشه پایین. تنها بودم. آره تنها بودم. پس این صدا از کجا بود؟ شب همشه یه صدای ناله‌ای میاد دیگه. شاید معشوقی باشه که تو کمد قایمش کرد. زخرف نگو. چرا؟ کار خوبیه که
یه گناه جزا. حالا گناه داره بگو یارو بیاد تو بکش برو بیرون. کجا برم؟ یه کار نصف شبی اومدی تو خونه من که بذارم هر چی دلت میخواد بگی. کجا برم؟ هر جا. برو بالا. شاید که از اون ترسا تو اون کمد قایم شده باشه. بلند شو برو بیرون ببینم. برو خدا. الان عین تو خیابون زیاده. معذرت میخوام. خانم تو رو خدا اصلا هیچ حالی نیست. خودشه. شما؟ شو ببینم چه گندی زدی. برای چی خودتو تا اینجا به گند میکشی؟ صورتتو پاک کن. میتونی امشب اینجا بمونی. فقط برو تو اتاق حرفی هم نزن. ببخشید خونتون رو کثیف کردم. سبک شدم. نمیخواد تمیز کنی؟ گفتم نمیخواد تمیز کنی. یعنی که خودم برم. خب خودم مهم نیست. بیا بیرون. صدای ماشین خودش بود. اومدم بهش زنگ بزنم.
این سربازه هنوز هست؟ دم پنجره نرو. حالا بهتر شو این سربازه نباشه رفع زحمت میکنم. چه حالتو بهتر میکنه؟ یکم هوا. در باز کن برو تو تراس. Silent night, broken night, all is fallen when you take your flight. I found some hate for you just for show. You found some love for me, thinking I'd go. Don't keep me from crying to sleep. Sleep in heavenly peace. Silent night, moonlit night. بیا تو سرما میخوری. مامان نشو دیگه. دلم میخواد سرما بخورم. واسه چه اهمیتی داره؟ فردا که قرار نیست منو ببینی. یا برو بیرون یا بیا تو. هوا سرده، درو ببر. تا حالا شده جلوی یه پنجره وایسی بدون اینکه به بیرون نگاه کنی؟ دلت واسه من نسوزه. من احتیاج به ترحم ندارم. این یارو پسر عوضی همون که بهش زنگ زدم بهم گفت این مهمونی رو نرم ها، ولی فکر کن یه باحال یه جایی باشه و تو اونجا نباشی. فکر کنم فقط همین یه لباس اندازت باشه. بیا اینجا عوضش کن. وای چه لطفی. اول منو بیرون انداختین، حالام لباس. یواش یواش دارم عاشقتون میشه. نوشین نگفته بود همسایه به این نازنینی داره؟ شما سن ما بودید چیکار میکردید؟ دائم دارم به اون بالا فکر میکنم. معلق بودن خیلی حس خوبیه. یه ترسی نذاشت اون یکی دستم ول کنم. با اون پسره که تازه آشنا شدم اومدم اینجا. نفهمیدم چی شد. در رفت. من بهش گفتم بیاد اینجا. میگفت اسمش امیره. همه با اسم جعلی میان جلو و سری میرن سر اصل مطلب. با کی هستی؟ ولی این یکی اینطوری نبود. تا حالا شده واقعا یکی رو دوست داشته باشی؟ آدم نمیدونه عشق اولی مهمتره یا دومی که میگن کامل تره. وای چقدر این عکس خوشگلی. چقدر این مدل موها بهتون میاد. چشای خوشگل، لبخند ملی، ولی یه غمی تو چشاتون هست که خیلی خواستنیتون میکنه. من اگه صورت شما رو داشتم. اگه صورت من داشتی چی کار میکردی؟ چرا یادم نمیاد؟ بلند پروازیم کار نمیکنه، ولی آدم شانس بیشتری واسه زندگی کردن داره. ظاهرا تنها زندگی میکنید نه؟ حتما خواستگارایی زیاد، انتخابای متفاوت،
خوشگله نه؟ فقط به صورت من همین کارو میشه کرد. خودش یه دنیاست. تقریبا همه چیزه. خوش تیپه. طرف هنو هست؟ یه داستانی تموم شده؟ جوابتو نمیدم برای اینکه دیگه سوال نکنی. دوست داشتی جای من بودی و برای داشتن سنگ کلیه درد بکشی؟ پس به خاطر همین حوصله منو نداشتی. من واقعا معذرت میخوام. دردم داری؟ مدام نه. بعضی وقتا. شبای دیگه چی کار میکردی؟ کسی میومد پیش تو؟ شبای دیگه هم همینجوری. درد خودمه. از پدرم فقط همین یه چیزش برام برسیده. برای اینکه دردیاتون بره حرف بزنید. من همیشه همین کار میکنم. واسه همین همیشه دارم حرف میزنم. راجع به آرزوها. چیزایی که باید بشه و نمیشه. چرا نمیخوابی؟ رو اون کاناپه جا هست، اون اتاقا میتونی بخوابی. اگه گرفته بودن همین کاناپه هم نداشتن. یه اتاق بود با دیوار سیمانی و یه موکت. میگم دیدید وارد بازی من شدی راجع به خودت حرف زدی؟ انقدر میگی که شبیه هزیون میشه. دیگه نمیدونی چی مزخرفه چی نیست. اوایل یکی تو سرم داد میکشید. حالا داره ناله میکنه. مثل اینکه شما هم صداشو شنیدید. شما چی؟ شما صدایی تو سرتون نمیشنوید؟ یه سوت ممتد که گاهی موقع کنده گاهی تند. این تلفن منه. میشنوی؟ روزا چی کار میکنی؟ حال استمراری. میبرم، میبری، میبرد. میبریم، میبرید، میبرند. بعدش یه مدت با یکی دیگه که اونم همین کار میکنه هستیم و میگیم جفت شیش. حال نمیکنیم ما. چند بار این کار کردی؟ هیچی بابا. اینو بزرگترها بهمون گفتن. فقط ترسویم که فقط حرفشو میزنیم. شاید یاد شنیده باشی که میگن ما که سر حرفمون وایسادیم هیچی نشدیم. شما حالشو ببرید. اوضاع خونه‌تون چطوره؟ پولدار، متوسط، بی رابطه و بی کس و کار مرفه بدبخت. بهشون دروغ گفتم. نمیدونن اومدم خونه نوشی. درس میخونی؟ واسه امکانش، نه واسه خودش. امکانش چیه؟ محیط بازتر، ارتباط، بعدش هم بیکاری و سرواری و اصولا با ناامید بودن راحت تریم. میتونم یه قهوه واسه خودم درست کنم؟ چه جالب. اینا همه رو خوردید؟ اینا رو که میخورم یکم بهم آرامش میده. وقتی مصرف میشن دیگه به درد نمیخورن. ولی کنار هم چه خوشگلن.
اینجوری ناچاری تا صبح برید دستشویی. آب زیاد تو بدن باعث ورم مغز میشه. مثل سردرد من. ما خوردیم که یه حال دیگه بشیم، سردردش برامون میاد. ببخشید قهوه‌تون کجاست؟ تو کابینتون گوشه. من خیلی شبیه مامانم. مخصوصا خنده ها. ولی نمیخوام مثل اون زندگی کنم. واسه همینم زیاد نمیخندم. اونم مثل بقیه آدم ها زیاد از زندگی خودش راضی نیست. میگه از یه سنی به بعد زندگی وادارش کرده همینجوری ادامه بده. هرچی بهش میگم فکر خودت باش. اگه خواسته بودم 30 سال پیش رفته بودم. بهش میگم کجا؟ مگه جایی داری؟ اینجاست که دیگه هیچی نمیگه. کار خونه میکنه. جایی نداره. من حوصله این بحثا رو ندارم، ادامه نمیدم. به چی فکر میکنی؟ شرایط خودت هم میتونی بفهمی؟ آره دیگه، این هم وضعیت ماست. داریم باش زندگی میکنیم. میدونی ماهی هرچی تنگش کوچیک باشه بیشتر تقلا میکنه؟ دلت نمیخواد این شرایط رو تغییر بدی؟ نمیشه. همینه دیگه. تمام شب داشتی میگفتی ازش راضی نیستی. پذیرفتیمش. هیچ فکر کردی الان تو هیچ آمار رسمی نیستی؟ یه عده رو گرفتن، یه عده هم فرار کردن. هیچ کس از سرنوشت اون یکی اطلاع درستی نداره. الان وقتشه به یه زندگی دیگه فکر کنی. یه جای دیگه. جایی که خود آدم بتونه تعیین کنه. بری از اینجا. یعنی من میبرمت. شوخی میکنید؟ نه. تو دختر باهوشی هستی. مگه نگفتی نمیخوای مثل مادرت بشی؟ همین الان داشتی میگفتی. امکان نداره. چرا؟ خودش یه امکانه. یه زندگی دیگه. همه چیزش دست خود آدمه. یه آقایی هست که کارا رو ردیف میکنه. اگه خودت بخوای کارا راحت‌تر انجام میشه. مثل بقیه. دلت میخواد عکساشونو ببینی؟ خیلیشون همسن سال تو بودن. الانم با اون چیزی که اینجا بودن زمین تا آسمون فرق میکنن. مهمتر از همه انتخاباشونه. دیگه منتظر نیستن که انتخاب بشن. من تو رو خوب میفهمم. نه تو، همه اونایی که اون بالا بودن. بهتون حق میدم. شاید این بهترین راهی که انقدر بخورن کلشون گرم بشه تا چیزی نفهمن. رفتنت با ما. خودم هم میام بهت سر میزنم. الو؟ سلام. میتونی بیای اینجا؟ کجا؟ خونه خودت؟ کلید اینجا رو که داری. طوری شده؟ آره. را بیافت. سکوتت میتونه معنای مختلفی داشته باشه. از چی میترسی؟ هر انتظار اینجا ازت دارن اونجا هم دارن. فکر بد نکن. اونجا دیگه دغدغه چیزی رو نداری. زندگی توی یک هتل درجه یک. نه این کاناپه، نه اون موکیت بازداشتگاه. حتما تو اون هزیونه‌های کلت به این چیزا فکر کردی. مگه بهت نگفتن حالشو ببر؟ اینا مثل بقیه کارا میتونه یه دوره باشه. بعدش هر جور که تو بخوای. میتونی میای دنبالم؟ بذار من بیای کمک. همین مرد میاد من برای هیچ کاری نمیتونم بکنم. باز کن درو، میخوام برم جای من اینجا نیست. فکر کردم ظرفیتت بالاتر از این حرف هست. باز کن درو، میگم باز کن. باز کن درو، بگرد داد میزنم ها. که چی بشه؟ کسی تو ساختمون نیست. یه سربازه که اونم تو کوچه است. به حرفام گوش نکردی. برای چی بهت برخورد؟ کجا گذاشتیش؟ مگه نگفتی دنبال یه جایی بازتر میگردی؟ گفتم تو این کلید رو بهت کجا گذاشتیش؟ بری ببینمش. میگم مگه نگفتی دنبال یه جایی؟
پاشو. قبلا از این اداها زیاد دیدم. چرا سر شب نرفتی؟ دیگه نمیخواستم این کارو بکنم. دوباره وادارم کردی به چشای یکی نگاه کنم و بهش بگم. انداختمت بیرون ولی سعی نکردی بری. خیلی سگ جونی. فکر می‌کردم زودتر از اینا قبول کنی. خواهش میکنم. از سر شب از جور دیوونه بازی در بردی، حالا بذارم بری. هیچی بشه. بهت میگم داری چی کار میکنی؟ این در رو بکن. بهت میگم این در رو بکن. آشغال عوض این در رو باز کن. باز کن. این در رو بکن. باز کن این در رو. باز کن در رو. باز کن. بکن این در رو. آشغال عوض این در رو باز کن. عوض عوض. حبست میکنم تا حالا جا بیاد. هر چقدر تو زندگی تحقیر شدی حقت بوده. کلیدو بده، این یارو رفت. تو این در رو باز کن. یالا کلید. تمام شد میکنم از در بده. نمیتونی بری. اون آقا که بهت گفتم کلید داره. همین الانه که پیداش بشه. انقدر اون توی موی تو بفهم یالکی نیست. خیلی راحت نمیشه با آدم بازی کرد. تا حالا 100 تا گنده ترسا رو بازی دادم، تو که سهلی. تازه اونا مردم بودن. تو این در رو باز کن. بهت میگم این در رو باز کن.
صدا در نمیاد. داری میمیری؟ معلومه زنده ای کسی پا میکشی. صدامو میشنوی؟ اونجایی که تو هستی هیچ کاری نمیتونی بکنی. صبح که بشه هر کار دلم بخواد میکنم. با در بسته؟ در میشکنم میرم. دلت نمیخواد که اینجا رو با آتیش بکشم ها؟ جرأت این کارا هم داری؟ ببین من دیگه هیچی برام اهمیت نداره الا خودم. من گوشم پر از این حرفا. دیوونه بازی تنها کاریه که میتونیم انجام بدیم و کسی هم به کارمون کاری نداشته باشه. این در باز کن. صداتو بیار پایین کلیدو بنداز بیرون. چی کار کنی؟ بری من اینجا بمونم؟ نترس. اون یارو میاد نجاتت میده. همون زیدت. کاری هم به کارت ندارم. کلید. این حق من نیست که به تو پناه دادم. این درو باز کن. بابا فکر کردی حق ما بود بساط اون به هم بخوره و ویلون خیابونا و کلان تریاشی؟ ماجرا کار من نبود. راستای کسی تو این ساختمون نیست. انقدر نبودی که نوشین فکر می‌کرد ساختمون خالیه. نوشین غلط کرد. همینه دیگه. یه آدم عصبانی که تو طبقات پایین زندگی میکنه روسش گرم که بشه چرا زنگ نزنه به پلیس؟ من اینجور سر صداها رو بالای سر یه شخصیات شنیدم. نوشین خانم شما هم بار اولش نیست که از این کارا میکنه. خودت خوب میدین چه کاری کثیفی کردی. تا حالا شده یه مرتبه سند جور کنی؟ علاف چی؟ تا حالا به تو این شده؟ چی نصیبت شد ها؟ مدال شجاعت چرفند محترم؟ مثل همه اون کثافت از بنگی آدم میخوای سوء استفاده کنی. منگیم مغز خر که نخوردیم. منگیم چون با این چیزا حال نمی کنیم. این کاری میکنم که به التماس بیفتی. چرا از پنجره داد نمیزنی؟ اگه بیان کمکت چی داری بهشون بگی؟ فکر میکنی حرف منو قبول میکنن یا تو رو؟ خفه شو. صدات رو اعصابمه. من هر کاری کرده باشم آدم فروشی نکردم.
تلفن بزن. بگرد. شاید کلیدو پیدا کنی. اگه پیدا نکردی به حرفای من خوب فکر کن. وقتی روزگارت شده که به همه چیز دور و برت عادت کنی، میتونی به آینده فکر کنی؟ خودت داشتی چی میگفتی؟ یه جایی رفتار میکنی انگار از عاقبت کارت بیخبری. دست بردار. تو که نمیخوای آدم فروش باشی. برای منم بار اول سخت بود. مثل همه آدمای دنیا حتی فکرشان من آزار میداد. اما الان به سخت بودن خودم میخندم. مثل همه کارهای دنیا بار اولی سخته. بهت برخورد؟ برای زندگی خودت رویا ساخته بودی؟ فکر میکنی بیرون اون در آزادی؟ برای چه کسی اهمیت داره که تو کی هستی؟ بسه دیگه! نمیخوام بشنوم. مستقرین لطفاً واحد دوم اعزام کنید. چی کار داری میکنی؟ همه زندگی منو ریختی به هم. واقعا فکر میکنی داری زندگی میکنی؟ این عکس‌ها چیه؟ اینا راستن؟
میتونست همش دروغ باشه، ولی راسته. غیر از تو. فکر کردی چه چیزی ازشون گرفتی؟ دنیاشون عوض کردم. داری چرت میگی. فقط براشون یه تصمیم گرفتی. خودت یه زنی، میدین داری چرت میگی. کیفیتش چه فرقی میکنه؟ یه جور زندگیه. به تو چه؟ خدایی؟ دنیاشونو تغییر دادی، سرنوشتشونو چی؟ تو کی هستی که بخوای منو مجازات کنی؟ به خودت نگاه کردی؟ دالا شده با یکی از من احساس نزدیکی کنی؟ یه مش بچه که قد کشیدم. من خودت بچه نداری؟ مرده. قبل از اینکه به دنیا بیاد. هر موقع پشت در بسته قرار میگیرم یاد بچه میافتم که مادرش باعث مرگش شد. وقتی مرد همه وجود منو با خودش برد. این درونم بود که مرد. بیرون از من زندگی بود. شخصی تر از این چی میتونه باشه؟ جز خودم یه تن باقی ازم مونده که داره از درد میترکه. هیچی ازش به وجود نمیاد جز سنگ. تو رو خدا این در رو باز کن. میشنوی؟ دارم خفه میشم، در رو باز کن. این در رو باز کن. میدونم از من بدت میاد. چی میخوای از من؟ در رو باز کن، کلیدو بهت میدم. میشنوی؟ صدای چیه؟ آقا بفرمایید آقا. بفرمایید آقا. جناب سروان، جناب امیری رو بگید برن داخل. سرکار امیری تشریف این داخل برای عکس. یه مقدار عقب‌تر بایستید. از آقا بفرمایید وارد جدول. بهتره صدا در نیاد. بعضی از این که هست بدتر نکن. صدای چی بود؟ پلیس دم داره. فهمیدن یه نفر جا مونده. اومدن دنبالش. خیلی دلت میخواد جلب توجه کنی. فکر میکنه اگه بیام بالا کی ضرر میکنه؟ ساکت شو. برای چی؟ من بدم نمیاد بیام بالا. صداتو بیار پایین. چرا؟ واسه خاطر اون عکس‌ها عید رفته. اونا فقط عکسن. چیزی رو ثابت نمیکنه. چرا؟ من ثابت میکنم. هیچ محکمی حرف تو رو قبول نمیکنه. جوونی، مستی،
به زود پریدی خونه من. مالک خونه رم حبس کردی. خفه شو. من گوشم برو از این حرفا. جناب سلام جلالی شما تشریف بیارید. آقا بفرمایید. بفرمایید. حامد ستاد موقعیت ما الان در مکان حاضر هستیم. فعلا تمام. شما سرما زنده هستن؟ فعلا بیهوشه. شما خانمتون رو راهنمایی کنید داخل. چرا هیچی نمیگی؟ به صلاح دینه که حرفی نزنی. چرا؟ من باید بدونم چی شده. هیچی نگو. یه دو پایی دارم میرن و میان. سریع‌تر. خانم بفرمایید. بفرمایید. خیلی اینجوری شدن؟ فکر می‌کنم بیشتر. نبض دارم. نکرد. لطفاً با قاضی فیزیک هم آهنگ کنید برای مصاحبه بازجویی. اجازه بدید یه عکس بگیرم. یه عکس بگیرم. چی شده؟ صدای منو میشنوی؟ یکی اون پایین افتاده. کی هست؟ چیزی نپرس، من همین چی نمیدونم. بهترین در باز کنی. مستحضر باشید که مسئول در حال انتقال است. بفرمایید. ساکن طبقات هستن؟ دومی‌ها نیستن، خارج هم. فقط سومی هست که خانم خانه. شما همراه من بیاد. بفرمایید آقا. دلم برات میسوزه. دلت واسه خودت بسوزه. با من اگه چی کار میکنن؟ از زندان که بیشتر نیست. فکر میکنی با این سابقه تو آینده چی کار میخوای بکنی؟ کیه زنگ میزنه؟ ساکت باش. باشه دارم. باز کن. کلیدو بده، صداتم بیار پایین. کیا هستن؟ پلیس و چند نفر دیگه. این در باز کن. اونا میدونن یکی توی آپارتمان هست. باز کن این در رو. نمیتونی در باز نکنی. چرا میشه؟ کسی اینجا نیست. در رو باز نمیکنه. حتما صدامونو شنیدن. باز کن این در رو ببینم چی میگن. ما اینجا باش هر موقع باز کردن اومد. من میخوام یه نگاهی پشت. آقای احمدی کلید بالا رو آوردین؟
باز کن. باز کن. باز کن. باز کن. باز کن. نگاه داری دیوونم میکنی. تو الان در شرایطی نیستی که بتونی خوب تجزیه و تحلیل کنی. گوش کن ببین چی میگن. صدای منو میشنوی؟ بیا نزدیکتر. به حرفای من گوش کن. پشت دری؟ آره. بیا نزدیکتر. اینجا. سرتو بچسبون به در. من از این در نمیتونم برم بیرون. تا هم از اون در. خب من و تو به یه اندازه گناهکاریم. فقط جایی که تو هستی یکم بزرگتره. ما نمیتونیم اون در رو باز نکنیم. تو بذار من بیام بیرون. قول میدم هیچی بهشون نگم. تو هم نباید بگی. این تنها کاریه که میتونیم بکنیم. اگه نگفتی از زندان اینجور چیزا نمیترسی؟ من هیچی نمیگم. تو هم حرفی نزن. خدایا تو این شرایط هیچ کس نمیتونه بهت کمک کنه. قول قول همه چی باید جلوی من انجام شه. اینجا رو مرتب کن. سعی کن هیچ حرفی نزنی. کیه؟ اصلی هستم از کلانتری 125. میشه در باز کنیم؟ سلام خانم. میبخشید مزاحم شدم. فکر میکنم از سر صدا متوجه شده باشید که چه اتفاقی افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ تو حیاط طبقه اول یه نفر از طبقات خودش رو انداخته پایین. حالش خیلی وخیمه. تیم پزشکی انتقالش داد به بیمارستان. من چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟ چون تو طبقه 4 کسی نیست، میخواستم اگه اجازه بدین بیام تو. حکم دارید؟ با قاضی کشیک هماهنگ شده. اگه لازم باشه همین امشب تهیه میشه. یه لحظه اجازه بدین. یه زجایی بری زیر زبونت. یکم اینجا رو مرتب کن. هرچی میگم خوب گوش کن. پردای بیرونم مرتب کن. بی برو تو اون اتاق. تا صدای زنگ ساعت نیومده از اتاق بیرون نمیای. میفهمی؟ برو تو. بفرمایید. سلام خانم. سلام. شما همینجا باش. ممنون خانم. احتیاجی نیست، بفرمایید.
نه پایین تو حیاط گلی شده، بعضیا مقیدن. ما وظیفمونه در شرایط موجود از همه ساکنین حاضر تحقیق کنیم. امکان همه چیز وجود داره. سوء قصد، خودکشی. به نظر میاد 4 طبقه برای خودکشی کم باشه. بله خب در گزارش ها اومده که در طبقه 4 این ساختمون همونطور که میدونید یه میهمانی بوده. ظاهرا یه عده میخواستن فرار کنن. شما سر شب سر صداشون رو نشنیدین؟ خیلی اهمیت نداشت. این روزا این چیزا طبیعیه. همسایه طبقه 4 چند وقت اینجا؟ چقدر میشناسینشون؟ 4 یا 5 ماهی میشه. مستاجرن؟ خیلی نمیشناسمشون. حتما یارو همسایه طبقه اولی بهتون گفته. به هر حال شما بیشتر بهشون نزدیکین. حتما بیشتر باشون آشنایین. 5 دقیقه دیگه میبینم. صدایی، حرفی، حدیثی. اگه میدونستم قراره یه روزی حساب پس بدم حتما تو زندگیشون کنجکاوی میکردم. ببخشید. اجازه میدین یه نگاهی به تراس بندازم؟ بله بفرمایید. دارش تکمیل داره؟ امروز ازشون بگیریم. شما امشب تو تراس رفت آمد داشتی؟ بله. ببخشید. به چه منظور؟ شما که توقع ندارید نیمه شب تعدادی آقا بنا به دلیلی وارد خونه بشن. لباسای خونه ولو باشه. بیداری؟ آره. بیا بیرون. سلام. سلام. همسایه طبقه پایینی میگفت که تنها زندگی میکنی. خواهرم هستن. میهمان منن. واحد 15 بفرمایید. کسی گذاشتم چایی دم میکنیم. جناب سروان ما تو راه بیمارستان بودیم که مصدوم تموم کرد. عجب. علت مرگ؟ همونطور که مستحضر هستید خونریزی شدید. پزشک همراه مرگ رو تایید میکنن؟ بله ایشون مرگ رو تایید کردن. یه لحظه اجازه بدین. با قاضی کشیک هماهنگ کنین بیاد بیمارستان. منم خودمو میرسونم. چشم. خودت کنترل کن. حالا ماجرا فرق میکنه. برای ما یا شما که دنبال علت میگردین؟ یه نفر مرده خانم. مسئولیتش به عهده تمام اعضای ساختمونه. چرا همه؟ اون که ساکن این واحد نبوده. یه چیزایی هم در مورد مهمونی گفتین. درسته. ولی تا مشخص شدن علت حادثه همه مظنونن. چون داریم تو این ساختمون زندگی میکنیم؟ بله به هر حال هر محکمه‌ای صحبت‌ها و شواهد رو کنار هم میذاره. این حادثه هم نیاز به شاهد داره. ما که چیزی ندیدیم، خواب بودیم. اگه لازمه کارت شناسی ما بهتون بدم. بله لطفا. ببخشید. واقعا در این شرایط میتونستید راحت بخوابی؟ شما چقدر همسایه‌تون رو میشناسین که سر صداش براتون اهمیت داشته باشه؟ تازه
اصولا چه جور سر صدایی مهمه؟ روزی 100 تا از این صداها شنیده میشه که اهمیت میده. هم که خودشون این شما مسئول نمیدونن. شما تو زندگی شخصیتون این شغلتون فکر میکنید؟ شما از ساکنان طبقه 4 شماره موبایل ندارین؟ فقط تلفن خونه رو دارم، ظاهرا که نیستن. جناب سروان کی فول درخت پیدا کرد؟ ای آقا وایسا ببینم چیکار میکردی اونجا؟ هیچی، همسایه‌مون اومده بودم ببینم چه خبره. برو اینجا وای نایسا. امیر شیرواف، ما میتونیم ازتون بخوایم برای تکمیل این گزارش شما به اداره ما تشریف بیارین؟ بله حتما. خیلی ممنون. با اجازه. بس واقعا اسمش امیر بود. اگه لازم شد با شما تماس میگیریم، شما یه سر تشریف بیارین اداره. چشم، ممنونم، خسته نباشید. خداحافظ. قربان. چه اهمیتی داره؟ تو که نمیشناختیش. فکر کردم انقدر با تجربه هستی که به کسی دل نبندی. تو همون مدت کوتاهی که دیدیش بهش علاقه پیدا کردی؟ باهاشون فرق داشت. چون مرده اینطور فکر میکنی. چرا اون؟ چیکار میتونی بکنی؟ همه چیز تمام شده. حالا چی میشه؟ بعد نمیدونم پدر مادرش کی بودن. چرا همه چی داره خراب میشه رو سرم. یکی اون پای مرده. چرا امشب انقدر طولانی شده؟ تو هم تو ماجرا دخیل بودی. شاید نباید میرفتی رو اون پارچه. من چشم کردم میدم وسط آسمون و زمینه. پام که رسید زمین به تو پناه آوردم. چرا اون پارچه یه مثل بالاتر باره نشد؟ چرا من از پنجره پرت نکردی بیرون؟ تا فردا بری سردخونه یه جنازه ببینی بگی نمیشناسمش. لااقل تو هنوز زنده ای. به چه قیمتی؟ تو به خواهرت چه پیشنهادی کردی؟ وقتی من نگاه میکنی چی میبینی؟
تو خوشبختی؟ وقتی به تو نگاه میکنم یه احمق میبینم مثل خودم که به از دست دادن عادت نکرده. در بازه، میتونی بری، ولی هنوز شب تمام نشده. تو مگه میتونستی زودتر رفته بودی؟ حالا نرو. تو خونه که یه نفر مرده میترسم. گاهی وقتا از خودم هم میترسم. الو؟ الو؟ گوشیو بردار. میدونم خونه ای. چراغ اتاق این سمت روشنه. جلوی در چه خبر بود؟ چرا به من زنگ زدی اونم بعد از این همه مدت؟ بردار گوشی رو. الو؟ 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 فکر کردم گرفتنت. من این اطراف میچرخم. هر موقع اوضاع خوب بود یه زنگ دیگه بهم بزن. موبایلم روشنه. حتما میخوای بدونی من کی هستم. دلیل این نوع زندگی منم. وقتی دوچارش بشی دیگه تمومی نداره. این تو نیستی که انجام میدی. اون کاره که تو رو میخواد. میبردت. من حتی اسم تو نپرسیدم. نمیخواد بگی. اسمای زیادی تو ذهنمه که اذیتم میکنه. هیچ کدومو به اسم خودشون صدا نکردم. ناراحت میشدن اما قبول میکردن. رنگ این دیوارا رو که به تراشی همشون یه شعر یادگاری نوشتن. این خونه دیگه چیزی نداره که من بخوام توش بمونم. فقط تا صبح باید صبر کنیم. کاش میشد آدم از تو خودشم فرار کنه. کیه؟ در وا کنید. شما؟ در وا کن بذار بیاد بیرون عوضی. تو منتظر کسی بودی؟ نه. تو منتظر کسی بودی. اون تلفنه. بذار بیاد بیرون. تو کی هستی؟ بهت میگم بذار بیاد بیرون. کی هستی؟ با کی هستی؟ بلم کن. چی کار داری؟ چی کار داری میکنی؟ ولش کن. کسی دیگه اینجا نیست؟ چی کار کردی؟
بیا بریم. ببینم چی کار کردی؟ بیا بریم دیگه. کجا داری میری؟ میدونی این کیه؟ ولش کن بیا بریم. تو همون هستی که مهمونی رو لو دادی. چرا بهش نمیگی؟ آره من بودم. دلم نمیخواست اون مهمونی رو بری. من این نگفتی بیام دنبالت. برو بیرون عوضی! برو! گفتم برو! شما زنگ خونه ما رو زدی؟ هی آقا کجا؟ بذار کمکت کنم. این زخما چیزی نیست. دیگه برو. برای امشب کافیه. سر قولت وایسا. توی این خونه یه نفر مرده. من زیاد دروغ گفتم. بازم میگم که تو گیر نکن.